سلام به همه شما مشتاقان انتخابات و عاشقان رأی و رأی بازی. با یک مناظره داغ انتخاباتی بین دو کاندیدای خراسان در خدمت شما هستیم. کاندیدای اول، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. با سلام، من آیت الله ابراهیم رئیسی هستم، رئیس جمهور یکی دونه مقام عظما. بله، از کاندید دوم میخوایم که خودشون رو معرفی کنن. با سلام، من دکتر ابراهیم رئیسی هستم، معروف به 6 کلاسه، داماد علم الهدی بوفالوی نظام. بله، از هر دو کاندیدا متشکریم. واقعا به این میگن انتخابات آزاد. دو تا کاندیدا با دو تا طرز فکر کاملا متفاوت. از کاندیدای اول میخوایم که بگن در مجلس خبرگان چه برنامه‌هایی دارن. من 4 میلیون مسکن میسازم، تورم رو کاهش میدم، ناهار میخورم، 30 کیلوم هم قول میدم که بگیرم. بابا گیجلی، رئیس جمهوری رو با خبرگان قاطی کردی تو. به خبرگان، خبرگان که برنامهش مشخصه، میشینیم با بقیه علما ترشی میندازیم، عظمام جانشین انتخاب میکنه، ما قربون صدقش میدیم. بله، از کاندیدای شماره 2 خواهش میکنیم که مناظره رو یه ذره داغ کنن. آقای کاندید شماره 1، مردی که آنگوزمان، چرا سیاه نمایی میکنی؟ برنامه من اینه که برم تو مجلس خبرگان، هرچی از حلقوم مقام عظما اومد بیرون پروپکانیش کنم. آقا مجتبی رو میکنیم جانشین عظما، دور هم یه چلو کباب ولایت مدار میزنیم، آخرش هم یه چای دبش میریم روش. تمام. بله، با تشکر از دو کاندیدای مختلف که به رغم اختلاف نظری که داشتن در فضای مردم سالاری دینی اوجب واجبات یعنی حفظ نظام رو صفر چسبیدن. بینندگان عزیز، شما هم مختارید که بین این دو تا کاندیدای احمق، ببخشید اصلح، یکی رو انتخاب کنید.